اللهم صل على محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. اللهم نور قلوبنا بالقرآن و وفقنا للعمل به. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. موضوع صحبت امروز ما سفر و مسافر است. سفر و مسافر. قرآن مجید در یک آیه مسافر این عالم هستی رو انسان معرفی میکنه. خطاب فقط به انسان شده که ای انسان، تنها مسافر این عالم هستی تویی. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. بله، کادح یعنی رونده، مسافر. پس از نگاه قرآن مسافر انسانه. کدام انسان؟ همه انسان ها. همه انسان ها از آدم ابوالبشر تا اون نفر آخری که قبل از برپایی قیامت به دنیا میاد، همه مسافرن. منتها یه عده الان سفرشون رو از رحم مادر تمام کردن، اومدن به تعبیر استاد علامه حسن زاده آملی رحم دنیا. بله، یه عده از رحم دنیا هم خارج شدن، وارد عالم برزخ شدن. درست شد؟ بعد از عالم برزخ انشاءالله میریم به عالم قیامت. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اما این راهی هم که میخوای بری، این سفری هم که میخوای بری، همراه با سختی و زحمت و دشواریه. راه آسانی نیست. بله، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. پس این یک مطلب. درست شد؟ مسافر عالم هستی انسان است و سایر موجودات. چون اگر میبود میگفت یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. خب انسان هر سفری هم میخواد بره، جاده لازم داره. بله، اما عجیب اینه، میگه گرچه مقصد این سفر ملاقات خداست، کدحا فملاقی، اما همه انسان ها از یک مسیر به خدا نمیرسن. همه ما از یک مسیر به خدا نمیرسیم. یک عده از جاده خراب و ظلمانی به خدا میرسن، اما یک عده از جاده درست و نورانی به خدا میرسه. پس ما دو جور جاده داریم، جاده ظلمانی و جاده نورانی. این هم نکته دوم. این از کجا میگیم؟ آیه انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. بله، یا انسان مطیع از درست، شاکر، راه درست رو میگیری میره، یا کفران میورزد، راه شیطان رو میگیره. اما چه راه نورانی بری چه راه ظلمانی بری، هر دو بعد از مدتی به یک جا میرسن. بله، کدحا فملاقی. این هم نکته دوم. نکته سوم، این انسان انتخابگر، بله، باید هوشیار باشه که چه جاده‌ای رو میخواد انتخاب بکنه. من
چند نمونه میخوام از قرآن و روایات براتون بگم. قرآن وقتی دو تا راه رو نشون میده، یه راه دنیاست، یه راه آخرت. بله، هم دنیا رو نام میبرد هم آخرت رو. بعد میگه کدوم جاده رو میخوای انتخاب کنید؟ درست شد؟ کدوم راه رو میخوای انتخاب کنید؟ اگر میخوای دنیا رو انتخاب کنید، دنیا لهو و لعب، بازیچه است. متاع دنیا رو میخواد نسبت به آخرت بسنجی، متاع دنیا قلیله و الاخرت خیر و ابقا. منتها حق انتخاب به توست. میخوای دنیا رو انتخاب بکنی یا آخرت رو. منتها هر کدوم رو میخوای انتخاب بکنی، دیگری رو از دست میدی. یعنی اینا قابل جمع نیست. نمیشه انسان بگه من هم دنیا پرستم، بله منتخب من دنیاست، هم منتخبم آخرته. بله، اسلام میگه دنیا رو پل برای آخرت قرار بده، از دنیا مزرعه آخره، اما نمیتونه هم دنیا مقصد باشد هم آخرت. دو، کلمه عقل و نفس هر دو 3 حرفه. این تساوی ها رو میخوام بگم که انسان در انتخاب این امور متساوی مختاره. عقل و نفس. عقل چند حرفیه؟ 3 حرف. نفس چی؟ 3 حرف. کدوم رو پیروی کنم؟ اختیار با خودته. بعد هر دوتا رو هم نتیجهش گفت. اگر عاقل باشی، عقل رو پیروی کنید، بندگی خدا رو میکنید، نتیجه میشه بهشت. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. اما اگر نفس چی؟ بله، اگر انسان نفس رو پیروی کنه چی؟ و اما اون آیه چطوره؟ نه، اون که داره کسی که پیروی از هوای نفس بکند به جهنم در انتظارشه. اما اگر مخالفت کن و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوا فان الجنة هی المأوا. درست شد؟ پس اینم 2 تا مسیره، مسیر عقل، مسیر نفس. هر دوتا هم میگه در قرآن، من نتیجهشو گفتم. عقل رو انتخاب کنید نتیجه آن، نفس رو انتخاب بکنید نتیجه 3. خشم و عشق. خشم و عشق. خشم چند حرفیه؟ 3 حرف. عشق چند حرفیه؟ 3 حرف. بله؟ میتونی آدم عصبانی و غضبناک باشی، همیشه عبوسن غمطریرا باشی. دقت کردی؟ خشم نامقدس داشته باشی. هم میتوانید نه به همه زمین و زمان خشمناک نباشی، اصلا از زندگی بودن در دنیا عشق بورزی. بله؟ خدا میفرماد میخواد معشوق کی باشه؟ حدیث قدسی داریم، من عشقنی فعشقتو. دوستان اینا واقعیته. من عشقنی عشقتو. کسی که من معشوقش باشم، منم عاشقش میشم. اما اگر کسی معشوقش شد شیطان، معشوقش شد شیاطین، مسیرها فرق کرده دیگه. چهار یا 3، دروغ و راست. کذب چند حرفیه؟ صدق چند حرفیه؟ بله؟ من کاذب باشم یا صادق، انت مخیر. تو اختیار داری. تو زندگی
اما اگر از من خدا سوال کنید، من چی میگم؟ کونوا مع الصادقین. خیلی قشنگه، قرآن آدرس میده. دو تا جاده رو معرفی میکنی، بعد از خدا به عنوان مشاور دوست داشتنی و صادق مشورت بگیریم. خدایا این دو تا راهی که گفتی، من کدوم راه رو انتخاب کنم؟ دیگه از من میخوای کونوا مع. چرا؟ هذا یوم ینفع الصادقین بصدقهم. فردای قیامت این صداقت است به درد میخوره، اما دروغ به درد نمیخوره. حالا ببینیم خدای نخواسته اگه ما روزی یک دروغ بگوییم، هفته میشه 7 تا، بله؟ یک ماه میشه 30 تا، سالی میشه 365 تا. عجب روزی یک دروغ، سالی 365 تا دروغ. اینا اضافه بکن به مدت عمر آدم، فقط دروغا. بله؟ یکی از دروغ‌هایی که شاید بعضی از ماها مبتلا بشیم، مبتلا شدن به صبح‌ها و ریاست، تظاهره. فردای قیامت میگه ریاکار به چند نام خونده میشه. یکی از نام‌هایی که میگه ایها کذابه، ای دروغگو. اونجایی که در ظاهر نشون میدادی باطن و واقعیت، اونی که در جلوت نشون میدادی تو خلوت اونجور نبودی. اگه همین یک گناه. اما از اون طرف آدم بیاد اهل صداقت باشه. چی؟ شاید من یه روایت رو یک وقت خوندم، امیرالمومنین میگه الصدق راحه، الصدق راستی به آدم آرامش میده. بشد الصدق آدم صادق راحته، دروغ نمیگه. اما اگه دروغ بگه چی؟ بله؟ نه دیگه راحت آرامش دیگه نداره. چرا؟ چون هر آن احتمال میده که دروغش فاش بشه. خب چرا آدم کاری بکنه، حرفی بزنه، آرامش رو از خودش سلب بکنه؟ الصدق راحتون. خب میگه دروغ و راست حرفشون یکیه، اما انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. منفی و مثبت چند حرفه؟ منفی 4 حرفه، مثبت چند تا؟ 4 حرفه. حالا چی داریم تو قرآن؟ سوء ظن و حسن ظن. بارها عرض کردم ما قرآن رو با دقت نمیخونیم، با تأمل نمیخونیم. اگه با قرآن سر و کار باشه، با تأمل باشه، آگاهی میگیم فلان مبلغ بدیم پیش فلان روان شناس بریم تا این بچه‌مون رو از این پریشان حالی بیرون بره، یا خودمون رو از این تشتت افکار بیاره. بابا بهترین کتاب روانشناسی قرآن است و روایات اهل بیت. درست شد؟ ببین آدم منفی باف هستیم یا آدم مثبت نگر هستیم؟ درست شد؟ قرآن به ما چی میگه؟ لا یغتب بعضکم ان بعض الظن اسم. بابا سوء ظن داشته باشی هم اولا آرامش تو به هم میخوره، چون آدم سوء ظن همیشه دنبال نقاط منفی افراد میگرده. هست یا نیست؟ همیشه دنبال من، مثل مگسه. تو روایت اینا میگه ما مگس همیشه کجاست؟ جایی کثیف میره. شما تا حالا دیدیم مگس روی گل بنشینه؟ اما زنبور چطور؟ محصولش چی میشه؟ عسل. دقت کردید؟ اما مگس همیشه جایی کجاست؟ آلوده است. ببخشید این دستشویی ها میان راهی میره تو جاده، در دستشویی باز میکنید 50 تا مگس اینجا نشستن.
هست یا نیست؟ آدمی که اهل سوء ظنه، منفی بافه، پس اولا آرامش و سوء ظن از آدم میگیره، امنیت رو از آدم میگیره. یعنی هیچ کس با آدم سوء ظن دار امنیت نداره. شما هیچ وقت درد دلتون رو پیش آدمی که سوء ظن داره، منفی بافه، مطرح نمی کنی. اما حسن ظن چی؟ آرامش به آدم میده. درست شد؟ آدم سوء ظن دار بهانه‌گیره، اما آدمی که حسن ظن داره اهل بهانه نیست. برید باز آیات مربوط به بنی اسرائیل، گاو بنی اسرائیل رو بخونید. اول گفتم موسی ما این مرده رو چجوری زنده کنیم؟ موسی وحی شد که موسی بگو یه گاو رو بکشن، دومش رو به مرده بزنن، بگید زنده میشه، تمام شد رفت دیگه. اما آدمای مریض، بیماردل، بهانه‌گیر، منفی باف، ببخشید موسی این گاوی که میگه نر باشه یا ماده باشه، پیر باشه یا جوان باشه، فلان رنگش چجوری باشه، هی گفتن این میگه مضمون روایته. سرآخر این گاو منحصر شد در یک نفر. یعنی تو بنی اسرائیل اون گاو با این خصوصیت که مرده رو زنده کنه در یک نفر بوده. رفتن اون بهانه گرفت و من به اندازه وزن این گاو طلا میخوام تا بفروشم شما رو. گفت بابا یه گاو این بخواد بخره نخره. آخر دیدن چاره ندارن، اون همه پول داده تا این گاو رو. بعد تو روایت داره که اگر بنی اسرائیل بهانه نمی گرفت، یک گاو بکشید دومشو بزن زنده میشه، نر باشه ماده باشه پیر باشه، یا یعنی من خدا سخت نگرفتم، هی شما سخت گرفت خدا بگه حالا بخور، حقته. تو روایت داریم که لا تسأل اما سکت الله، جایی که خدا ساکت شده دیگه شما سوال نکنید. ببخشید تو فارسی ما میگیم فضولی موقوف. فضولی؟ خب بابا خدا که خالق ماست میگه این، ما میخوایم کاسه از آش چه بشیم؟ دختر بشیم. شد؟ میگه شک داری این فرش نجسی یا پاکه؟ بگو انشاءالله پاکه. اما ما چیکار میکنیم؟ میگه نکنه نجس باشه، نکنه فلان باشه. بابا دین میگه پاکه. حالا من این روایت الان کامل شفت نیستم. در روایتی داریم که امام صادق میفرماید دنبال چند چیز نرید، ریز نشید، دقیق نشید که برعکسش مبتلا میشید. یک، دنبال طعامی که 100% بیش شبهه باشد نرید که گرسنه میمانید. بله؟ روایت امام صادقه. مالی که 100% بدونه، حتی مال خودتون برید شبهناک میشه برات. واقعا این حقوق که من گرفتم، الان این غذا رو درست کردم، من به وظیفه عمل کردم یا نکردم؟ میشه میخوام پس نخور. فلان منزل آقا میخوام برم، این مالش خوب یا شبهناکه؟ خب بس با اون ارتباط نداشت. بابام اهل خمس هست یا اهل خمس؟ آقا تو یه نفر دعوت کرده، دین گفته اول باید از صاحبخانه سوال کنه اهل خمس هستی یا نیستی؟ بله؟ هم بکن فعل مومن رو بر صحت. دقت کردیم دین اسلام دین سمحه و سهله است، آسان میگیره. کی دست و پای دین رو میبنده؟ ما. کیا دست و پای دین رو میبندن؟ آدمایی که اهل سوء ظنن. اما آدمایی حسن ظن داشته باشن چی؟ اسلام میگه اگر برای دخترت خواستگار اومده، یک چیز برات ملاک باشه. این ایمان دارد یا ایمان ندارد. درست شد؟ بقیه چیزا میشه فرع. اما ما فرعیات رو گرفتیم، اصل رو پاک. دوم چیزی که امام صادق میگه دنبال رفیقی 100% باب میلت باشه، نگرد بی رفیق میشی. شما میتونی رفیق پیدا بکنی 100% باب طبعتون باشه؟ نه؟
میگه 60-70% خدمتتون که قسمت ها خوب داره بسه. حالا یک شوخی بکنیم، یه طلبه رفته یه جا خواستگاری، از قبلم فهمید که آقا 2 تا دختر داره. طلبه هم بود و خواستگار، آقا آمدیم ما رو به غلامی قبول کنیم. آقا خیلی خوشحال شد، گفت من 2 تا دختر دارم. دختر اولم کمال داره اما جمال نداره. کمال انسانی داره اما زیبایی نداره. ولی دومی جمال دارد ولی کمال ندارد. خواه کدوم انتخاب کنیم؟ هم یه فکر کرد، گفت همونی که جمال داره به من بده، خودم کمال رو بهش یاد میدم. دقت کردیم؟ اونی که جمال داره میگیرم، کمال رو بهش یاد میدم. آقا یه رفیق پیدا کردی 50% 60% داره، بگیر، بقیه چیزها رو تو بهش یاد بده. دقت کردی؟ رفیقی که 100% مثبت باشه چنین چیزی پیدا نمیشه. به چقدر دین قشنگ میگه سوء ظن حسن ظن. درست شد؟ حسن سو کدام رو انتخاب میخواد بکنی؟ کجا رسیدیم؟ دشمنی و دوستی. نه، هر دوتا، دشمنی و دوستی هر دو 5 حرفه. بله؟ دشمنی. درست شد؟ میگه شما کدوم میخواید انتخاب کنید؟ بله؟ یه عده فقط تو فاز دشمنی هستن با همه، حتی با دوستان. یه عده در فاز دوستی هستن با همه، یعنی حتی با خائنین به دین و مملکتش میخوان رابطه برقرار کنه. درست شد؟ میگه حق انتخاب با توست. اما از من خدا سوال کنی، من بهت مشورت میدم. محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. درست شد؟ صرفاً اهل دوستی نباش، چنانچه صرفاً هم اهل دشمنی نباش. حق انتخابه کجا دشمنی رو انتخاب کنی و کجا دوستی رو انتخاب بکنی. ما برعکسیم، جایی که با دوست باشیم دشمن میشیم، جایی که با دشمن باشیم نداریم. الان تو کشورهای اسلامی ما این واقعیتی است که قرآن داره میگه. قرآن بهت میگه، اینم قرآنه، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. چه آیه قشنگیه؟ ان الشیطان کان لکم عدو فاتخذوه عدوا. این دشمنه، پس تو هم دشمنش بگیر. اما ما چی؟ دوست صمیمی ما میشه. بله؟ اینقدر دوست صمیمی شیطان میشیم که به قول خود شیطان یه عده رو با طناب میکشم، یه عده رو با ریسمانای نازک، بعضی رو با خدمتتون از کنم زنگوله، یه عده با اشاره. گفت من کدوم؟ گفت تو هیچ کدوم اشاره نداری، هیچ کدوم بهتون، من همون اراده کنم تو همراه من میای. قرآن میگه بابا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، او رو دشمن بگیر. اما میگم خدایا ببخش، تو گفت دشمن بگیر، ولی من رفیق صمیمیم که. درست شد؟ خدا میگه خب دوستی با من چه ضرر برای تو داشت؟ و جالبم اینه که فردای قیامت که میشه، شیطان خطاب به انسان میگه منو مذمت نکنید، بله خودتون مذمت، لوموا انفسکم فلا تلومونی ولوموا. چرا منو مذمت نکنید؟ چون خدا اعلام کرد تو قرآنش که من دشمنتم. وعده های شیطانی همه وعده های سر خرمنه، وعده های واقعی نیست. این همه فاکتور درباره من داد، اما شما به این فاکتورهای خدا توجه نکردی. من وعده های سرخرمن دادم، به وعده های من اطمینان پیدا کردی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. ناکامی و پیروزی.
ناکامی چند حرف داره؟ 6 حرف. درست؟ نا، کا 4، می 6 حرف. پیروزی. خب درست شد؟ شکست خورده ها و افرادی که به فلاح و رستگاری رسیدن. راه را نشون داده، تو قایان نداد. بله؟ بله گفت، من گفتم والعصر ان الانسان لفی خسر. راه پیروزی چیه؟ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. درست شد؟ اما انتخاب به خودته. میخواد راهی رو انتخاب کنی پایانش شکست باشه یا پایانش. بعد من آخرش نوشتم که زندگی 2 طرفه هست، پس طرف درستش را انتخاب کن ایها الانسان. بله؟ انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اما کدام راه را انتخاب کن؟ ادعو الی سبیل ربک. پیامبر همیشه مردم را دعوت کن به راه پروردگارت، چون مسیر درست مسیر خداست. ادعو الی سبیل. رو شد؟ من خدا همه میگیم قوموا لله، قوموا لله. بله؟ قوموا لله مثنی او. حتی دیگران هم این راهی درست نیاوردن، نگران نباش، تو تنهایی برو. مثنی او فرادا. این عرض امروز ما. سفر و مسافر. مسافر خداست، مقصد این سفر هم ملاقات خداست. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. اما راه رسیدن به این مقصد گفتیم 2 جاده داره، اما شاکرا و اما کفورا. فی سبیل الله یا فی سبیل طاغوت. دقت کردین؟ آخرین نکته رو عرض بکنم، نتیجه این سفر چیه؟ نتیجه این همین آیه که خوندم، نتیجه فاما من اوتی کتابه به یمینه. یا خدمتتون که پایان این سفر پرونده رو دست راست میذارن. معمولا افرادی که سفر میان سفرنامه می نویسن. به هر مرده میگه سفرنامه تو بده. میبینن تو یکی از ایام سفر تیر 3 شعبه رو تو کمان کرده داره، من الاذن الی الاذون علی اصغر رو پاره کرده. این تو سفرنامهش نوشته است. به شم میگن سفرنامه تو بده. اون وجود نامبارک سفرنامهش تو دست چپه. عزیزان والله سخت قیامت بگه خودت بخون، فقر کتابک، فقر خودت این سفرنامه رو بخون. میگه انسان روش نمیشه بخونه. نمیشه بخونی؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه. اینا به صدا در میان این کتاب سفرنامت رو میخونن. بعد این انسان شکایت میکنه از اعضای خودش، چرا دارید حرف میزنید بر علیه من؟ فریاد میزنن انطقنا الله انطق کل شیء. خدا ما رو به حرف بر آورده. درست شد؟ پس خودت اعضا و جوارحت این سفرنامه رو میخونی. میگن شمر سفرنامه رو بخون. بله؟ اونجا فقط کلمات نیست، اونجا سفرنامه تجسم پیدا میکنه، تجسم اعمال. در یک مقطع میبینن و شمرو جالسون علی صدره، و شمرو جالسون علی صدره. این وجود نامقدس رو سینه امام حسین نشسته. دیگران. اما از آن طرف اهل بیت
و محبان اهل بیت رو میگن شما هم کتاب سفرنامه عمرتو باز کن. بله اهل بیت سر جای خودشون داره. اما تو روایت داریم بیبی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها قیامت میشه قبل از اینکه بهش میره چند تا تقاضا داره. یه تقاضاش اینه که خدایا من میخوام حسین رو با همون وضعی که تو کربلا بود ببینم. حسین رو تو همون تو روایت حسین علیه السلام با سر بریده رو میبینی بیبی دو عالم و اونجا شروع میکنه این مادر در حق فرزند گریه کردن. عزیزان این دعای ندبه سفرنامه زندگی ماست. شبهای جمعه دلت میشکنه دست رو سینه میگذاری میگه السلام علیک یا ابا عبدالله. این سفرنامه یه روز خودشو نشون میده. پس بیاییم تو این کتاب خاطرات زندگیمون چیزهایی رو ثبت بکنیم که فردای قیامت مایه شرمندگیمون خدا نیاره. اون کسانی که سفرنامه بدی دارن توی آیه داره که لا یکلمهم الله، خدا اصلا با اینا حرف. یه آیه دارد که اصلا نگاه بهشون نمیکنه. یه وقت آدم حرف نمیزنه اما خیره خیره به طرف نگاه میکنه. نه، کسانی که سفرنامه عملشون سیاهه نه خدا به اونها حرف میزند نه خدا به اونها. بعد میبینن خیلی دارن اصرار میکنن، خدای متعال به فرشته های عذاب میگه خذوه فغلوه، اینا رو بگیرید به زنجیر بکشید بندازین تو ته جهنم. اما اون کسی که تو پرونده اعمالش تو سفرنامه زندگیش چیزهای خوب نیست اما یه چیزی سوسو میزنه ضعیف و اون محبت خداست. تو روایت داریم خدایا ما رو حداقل دوست این دسته قرار بده. میگه طرف محکوم میشه، فرشته عذاب دارن اینو میکشونه به سمت جهنم میبرن، میگه این گناهکار چند قدم میره نگاهی به پشت سر میکنه، هی میره به پشت سر نگاه میکنه. بهش میگم به کی نگاه میکنی؟ و من نگاه میکنم به لطف و رحمت خدا. من دنیا بودم خدا رو دوست داشتم. خطاب میرسد که بندم رو رها کنی برگرده. چرا؟ میگه تو این عالم تو این لحظه باز امید به من داره. کسی که امید به من داره من امیدش رو ناامید نمیکنم. پس بیاییم تو این سفرنامه زندگی ما چیزهای خوب بنویسیم. چیزهای خوب بنویسیم. همه چیزهای خوب را قرآن میگه در دو چیز خلاصه میشه: ایمان، عمل صالح. آمنو و عملوا صالحات. خدا رو قسم میگیم به حق حضرت حجت سلام الله علیه خدا تفضل بفرماید و امام زمان دست ما رو بگیرد و در این دنیای پر آشوب که هر روز میبینیم مظاهر گناه و انحراف داره یکی پس از دیگری جلوه میکنه، خدای متعال در این زندگی پر آشوب همه ما را با ایمان درست و عمل صالح به محضر خودش انتقال بدهد. خدایا در دنیا و آخرت آبروی ما رو حفظ بفرما. خودت دستگیر ما باش.